بود؟ نبود. بود. مقامات امنیتی تاجیکستان روزی 12 نوامبر خبر دادند 12 عضو داعش را دستگیر کردند که می‌خواستند پایگاه 201 روسیه در دوشنبه را ترک کنند. رادیوی آزادی با استناد به منبع معتمدش خبر داد که در واقع تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و سرکرده گروه سهراب نام جوان از ناحیه وحدت بوده است. این منبع گفته است سهراب از تاجیکستان به قرقیزستان و سپس به ایران و ترکیه، از آنجا به سوریه رفته و در عملیات‌های جنگی آنجا شرکت کرده است. یک روز پس یعنی 13 نوامبر دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی طریق خبرگزاری آزیا پلوس خبری قبلی را رد کرد و گفت کسی را دستگیر نکرده است و از هدف ترکاندن پایگاه حربی هم اطلاع ندارد. ما رسما معلوماتی را که گویا یک گروه اسلامگرایان که می‌خواستند در پایگاه حربی 201 روسیه عملیات تروریستی انجام دهند دستگیر شده اند رد می‌کنیم. این معلومات نادرست است. ما کسی را دستگیر نکرده ایم و به این گونه عملیات تروریستی آمادگیری صورت نگرفته است. گفته است رهبر خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی دلشاد عبدالعلیموف به آزیا پلوس. چند ساعت پس کمیته دولتی امنیت ملی ردیه‌اش را رد کرد و گفت خبری دستگیر شدن 12 داعشی راست است. ردیه رد شده از سامانه آزیا پلوس برداشته شد و جای آن باز از نام دلشاد عبدالعلیموف که قبلا خبر اول را رد کرده بود اظهارات پخش شد که گفته میشد خبر اولی راست است. بعدتر معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان منصور عمروف در مجلس عالی اظهار داشته است که تفتیش پرونده تروریستان قریب به اتمام رسیده، آینده نزدیک به بررسی سود داده می شود.